بله سلام علیکم. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر عزیز گوش میکنم شما رو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضرت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار موضوع زیبا را شما بررسی کردید. حضرت تشکر. سلامت باشید. معنای کلمه ولی و اولیا را به تازگی شرح بدم بسیار خوب میشد. سلامت باشید. سلامت باشید. در این موضوع چند چیز شاید برای مردم واضح روشن نباشد. چندین کلمه که کلمه ولی، شما ببینید اولیا جمع ولی هست یا مولا و اینها ولی به معنای قریب است، دوست و قریب بر خدا بدن. و در اینجا کلمه مثلا امر خارق للعاده، خارق العاده یک چیزی که غیر معمولی است، شگفت انگیز میکنه، یعنی قریب ناممکن هست اون چیز بعد میشود ممکن. این معنای خارق العادت هست، امر خارق العادت. و معنای استدراج گفتیم که برای اون انسانی که صالح نیست کرامت میشود که اون خودش پابند کتاب خدا و سنت پیامبر نیست. استدراج گفتیم. شاید این کلمه هم برای مردم معناش چندان واضح نباشد. استدراج معنایش این هست که یک انسان یعنی در نعمتهاش زیاد می شود و یزداد معصیت و در گناه اون خودش زیاد غوطه می زند. یعنی اون در گناه دارد، غوطه می زند، از خدا دور هست، اون چیزهایی که خدا منع کرده است اونها را انجام می دهد. با وجود این الله تعالی او را نعمت می دهد، او را در کارهایش کامیابی و نصرت می دهد و اون را می گویند استدراج. این معنای استدراج است که در عقوبت و عذاب و گناه اون زیاده می شود.